نوی президенти افغانستان عبدالرشید دوستم از یک بمبگذاری جان به سلامت برد. حادثه روز یکشنبه 20 ایول در فرودگاه کابل هنگام بازگشت دوستم از ترکیه به وقوع پیوست. نوی президент افغانستان با شکنجه یک فرمانده ازبک تبار افغان متهم بوده، یک سال گذشته را در ترکیه سپری کرد. به قول پلیس ترکیش چند لحظه پس از گذشتن کاروان ماشین های دوستم به عمل آمده حیات کم از 14 نفر را از بین برد. 50 کسی دیگر جراحت برداشته است. انفجار بسیار قوی بوده. در رقم آتش باز شده، خاک باز شده، چره مره بود، گوشتم کامل جانم پر بود. من نفهمیدم، حالت بسیار خراب بود. من بسیار وضعیتم خراب بود. دیگه نفهمیدم که چی حالت است. من خود کشش نبود بکی. مسئولیت بمبگذاری را گروه دهشت افکن دولت اسلامی برداشت گرفته است. به نوشته خبرنگاری ریترز، حمله از آن شهادت می‌دهد که با نزدیک شدن انتخابات پارلمانتی ماه اکتبر محیط سیاسی افغانستان بیشتر ناآرام و خشونت‌بار می‌شود.